بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر چهارم. امروزم باز می خواهیم که ادامه مثال ها را در نظر بگیریم که توسط قاضی هوپیتل قابل تطبیق می باشد. مثال سوم: می خواهیم که مثال لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف بی نهایت ln x بر جذر سوم x را توسط قاضی هوپیتل حل نماییم. خب بازم اول می بینیم که تابع داده شده، تابعی که در صورت است و تابعی که در مخرج است. آیا برای قاضی هوپیتل آماده هست یا خیر؟ ببینیم اول توابع ln x. به طرف بی نهایت می روه و همچنان توابع جذر x، جذر سوم x، این نیز به طرف بی نهایت می روه وقتی که x به کدام طرف بروه؟ x به طرف بی نهایت بروه. یعنی اگر x به طرف بی نهایت بروه، توابع جذر سوم x و توابع ln x هر دویش به کدام طرف میره؟ هر دویش میره به طرف بی نهایت. پس گفته می توانیم که قاضی هوپیتل قابل تطبیق است. حالا می خواهیم قاضی هوپیتل را تطبیق نماییم. خب ببینیم چی میشه. لیمیت وقتی که x به طرف بی نهایت بروه ln x بر جذر سوم x مساوی میشه با لیمیت وقتی که x برابر به طرف بی نهایت d بر dx از صورت، یعنی ln x بر مشتق مخرج، یعنی جذر سوم x. اگر مشتق صورت را بگیریم او مساوی میشه با لیمیت x تقرب بکنه به طرف بی نهایت او میشه یکی بر x و مشتق مخرج میشه، یعنی مشتق جذر سوم x میشه یکی بر سه x به توان منفی دوی بر سه. خب اگر امی عبارت ما و شما ساده بکنیم به دست می آید که لیمیت x تقرب بکنه به طرف بی نهایت یکی بر سه، امی یکی بر سه را اگر ببریم به طرف صورت میشه سه، و دیگه ایش نیز میاریم به طرف پایین، او طرف میشه جذر سوم x. یعنی امی عبارت صورت هم ده کجا آوردیم؟ نه مخرج. بین الان بجای x بی نهایت وضع بکنین، سی بر بی نهایت چند میشه؟ صفر میشه. پس جوابی از امی لیمیت که در سوال سوم داده شد چند است؟ صفر است. خب بیاین حالا یک مثال دیگر را در نظر میگیریم، مثال چهارم که یک اندازه متفاوت تر از مثال سومی است. ببینیم مثال چهارم. مثال 4 میخوایم نیز امی لیمیت را توسط قاضی هوپیتل
حل نماییم لیمیت است. لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر تانجانت x منفی x بر x به توان 3. خب ببین آیا امی حالت امی سوالی که داده شده قضیه هوپیتال تطبیق میگرده یا نه؟ اول باید این تابع صورت بازم تابع مخرج میبینیم. در اینجا دیده میشه که تانجانت x منفی x وقتی که x تقرب بکنم به طرف صفر تانجانت صفر هم صفر است. اگه x صفر وضع بکنی صفر میشه، پس تابع صورت میشه صفر. مخرج خب بیازو یک پولینوم است x به نمای x به توان 3. اگه x به طرف صفر تقرب بکنی یزنی صفر میگرده، صفر میشه این. پس به چی معنی؟ پس دیده میشود که این کدام حالت برای خود میگیره، صورت هم صفر میشه، مخرج نیز صفر میشه. پس شکل صفر بر صفر برای خود اختیار کرد. پس می توانیم که قضیه هوپیتال را بالایشان تطبیق نماییم. پس بین تطبیق بکنین. لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر خب تانجانت x منفی x بر x به توان 3. ببینیم این دفعه به خاطر سهولتی که از یک مسئله تیر شویم مستقیما ما و شما مشتق میگیریم. مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مشتق تانجانت x چند میشه؟ میشه سکند مربع x. مشتق x چند میشه؟ 1. میم مشتق مخرج میگیریم چند میشه؟ 3x مربع. خب ببینیم در اینجا یک دفعه در مثال دوم کار کرده بودیم. در مثال دوم ما و شما در بار اول که قضیه هوپیتال را تطبیق کردیم از حالت گنگ از بین نرفت. باز بار دوم باز مشتق گرفتیم. در قضیه هوپیتال می توانیم تا وقتی مشتق گیری بکنیم که حالت مبهم از بین بروه. در اینجا می بینیم در اینجا اگر ما بجای x صفر وضع بکنیم سکند مربع صفر منفی 1 بر 3 x مربع، در اینجا باز 1 منفی 1 صفر میشه و 3 ضرب صفر صفر. بازم حالت مبهمی را برای خود اختیار کرد. صفر بر چند؟ صفر بر صفر. پس در اینجا باز چی کار میکنیم؟ آل برای بار دوم ما قاعده هوپیتال را تطبیق می نماییم. یعنی دو بار باز مشتق میگیریم بار دوم. پس این مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مشتق سکند مربع چند میشه؟ از 2 سکند مربع x ضرب مشتق داخلیش چند میشه؟ تانجانت x بر 6x. خب بین امی عبارت کمی ساده تر بکنیم. اگر امی عبارت کمی ساده بکنم پس به دست می آید که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر اختصار بکنین. پس میمانه 1 بر 3 ضرب سکند مربع x ضرب تانجانت x بر x. تانجانت x بر x. خب ببینیم یک قاعده را ما و شما خوانده بودیم که لیمیت حاصل ضرب مساوی به حاصل ضرب لیمیت هاست. صحیح شد. حالا چی کار میکنیم؟ 1 بر 3 ثابت است، همین را بیرون میکشیم. از همین دو عبارتی که مانده از او را جداگانه لیمیت میگیریم. لیمیت x تقرب بکنه به طرف صفر سکند مربع x ضرب لیمیت وقتی که x به طرف صفر تقرب بکنه تانجانت x بر x.
صحیح شد. خب بیاین حالا ببینیم مشتق سکند و میشه یک، میبخشین لیمیت وقتی که بجای سکند مربع صفر وضع بکنم، یعنی سکند مربع صفر میشه یک، پس این مساوی میشه با یکی بر سه ضرب یک. ماند حد آخر تانجانت اکس بر اکس، وقتی که اکس به طرف صفر تقرب بکنه باز یک حالت گنگ برای خود اختیار کرده، یعنی این کدام حالت است؟ باز صفر بر صفر است. برای بار سوم علی قاعده هوپیتال تطبیق میکنیم. بیاین تطبیق بکنیم. مشتق تانجان چند میشه؟ مشتق تانجان میشه سکند مربع اکس، یعنی لیمیت وقتی که اکس تقرب بکنه به طرف صفر، مشتق تانجان چند میشه؟ سکند مربع اکس بر مشتق اکس چند میشه؟ یک میشه بر یک. صحیح شد. حالا بین الگه صفر وضع بکنیم صحیح شد. یعنی سکند مربع صفر میشه یک، یک بر یک یک، لیمیت یک میشه یک، یک ضرب یک ضرب یک بر سه میشه یک بر چند؟ سه. این مثال دوم ما شما که قبلا کار کردیم دو مرتبه قاعده هوپیتال تطبیق کردیم. در مثال 4 دیدیم که 3 مرتبه، این در بار سوم از حالت گنگ ما شما توانستیم که حالت مبهم را از بین خب بیاین حالت های مبهمی دیگر را در نظر میگیریم. حالت مبهمی که به شکل ضرب باشد. قبلا دو حالت مبهم را ما شما کار کردیم که یک صفر بر صفر بود، یکشون بی نهایت بر بی نهایت بود. حالا یک حالت مبهمی دیگر را در نظر میگیریم که توابعش به شکل حاصل ضرب باشه. قبلا به حالت تقسیم بود، حالا به شکل حاصل ضرب است. نوشته میکنم که حالت مبهم که به شکل صفر ضرب بی نهایت است، یعنی به شکل حاصل ضرب دو دانه تابع هست. پس آن شاید ببینیم. خب قضیه هوپیتال برای این شکل مبهم صفر ضرب بی نهایت نیز قابل تطبیق می باشد. اگر داشته باشیم که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف یک عدد ثابت a، یعنی لیمیت یک توابع f برابر صفر و همچنان این علامه میبخشینی و این علامه و هست و لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف یک عدد ثابت a gx برابر بی نهایت یا منفی بی نهایت اور منفی بی نهایت باشد، پس در این صورت معلوم نیست، واضح نیست که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف یک عدد ثابت a معلوم نیست که لیمیت امی دو تابع که به شکل ضرب است چی هست؟ میتونه هر چیزی باشد. خود در اینجا یک رقابت بین تابع f و تابع g وجود داره. قبلا در حالت بی نهایت بر بی نهایت گفتیم که اونجا یک رقابت بین تابع صورت و مخرج بود. در اینجا رقابت به شکل حاصل ضرب است. در اینجا باز نیز سی حالت وجود داره. حالت اول چی است؟ حالت اول اگر توابع f برنده شود در این مسابقه، اگر f برنده شود یعنی قیمت های f زیادتر باشه نظر به f در هر مرحله. اگر f برنده شود جواب ما شما چند است؟ جواب ما شما صفر است.
اگر تابع f برنده شود، در این صورت جواب چی است؟ جواب صفر خواهد بود. حالت دوم اگر جی برنده شود، اگر تابع جی برنده شود، در این صورت نظر به حالت قبلی که در اینجا یادآوری کردیم، اگر اف برنده شد چون اف صفر است، پس صفر ضرب بی نهایت صفر او نامعلوم است. اگه ای برنده شد خود صفر میشه. اگه تابع جی برنده شد که ای بی نهایت است، پس در این صورت باز چی میشه؟ جواب بی نهایت. حالت سیومی در حالت قبلی هم گفتیم برای توابع بی نهایت بر بی نهایت، در اینجا نیز اگر رقابت با هم دیگر خیلی نزدیک باشه، یعنی یک رقم مقایسه بین قیمت های ازو کرده بتوانیم، در این صورت میتواند جواب یک عدد خلاف صفر باشه. ایره نوشتن میکنم، ختم ایره یادآوری بکنیم که دوباره باز تکرار میکنم. اگر یک رقم رقابت نزدیک بین تابع اف و جی وجود داشته باشه، جواب ما صفر است. یک بدون صفر، یک جوابی بدون صفر. خب حالا اگر توابع به شکل حاصل ضرب برای ما داده شده باشه، به شکل ضرب است، فرض توابع تحت لیمیت به شکل حاصل ضرب دو دانه تابع یک اف است یک جی است، پس در اینجا گفتیم که یا به شکلش تغییر میتیم، یعنی اگر امی حالت مبهم صفر ضرب بی نهایت بود، ما چی کاری میکنیم؟ امی شکلش تغییر میتیم. وقتی که شکلش تغییر دادیم، حالت صفر ضرب بی نهایت را به صفر بر صفر یا بی نهایت بر بی نهایت تبدیل میگرده. پس چی میکنیم؟ یک تابعش تغییر میتیم، یعنی این شکل حاصل ضرب به طور نوشته میکنیم که افی بر یکی بر جی، یعنی ای کسر الکسر. پس اگر امی یکی بر جی را معکوس بکنم میشه اف ضرب جی، یا چی می؟ یا نوشته میکنم که اف ضرب جی، ما گفتم که یکیش تغییر میتیم، نوشته میکنم که جی بر یکی بر اف. صحیح شد. یکی بر اف باز ای اگر معکوس بکنیم پس میشه اف ضرب جی، یعنی امی اشکالی که به اصطلاح ما شما شکل تابع را تغییر دادیم، این کتی ما کمک میکنه که توابع را از کدام حالت، از شکل صفر ضرب بی نهایت را به صفر بر صفر یا بی نهایت بر بی نهایت برای ما تبدیل میکنه. یعنی این هر دو حالت کدام فرما را به دست میته برای ما، یا بر صفر برای ما تبدیل میکنه، یا امی هر دو حالت بی نهایت بر بی نهایت را برای ما تبدیل میکنه. امی صفر ضرب بی نهایت را وقتی که به صفر بر صفر یا بی نهایت بر بی نهایت تبدیل کردیم، از این به بعد باز قضیه هوپیتال را تطبیق می نماییم. بین نگاه بکنین مثال 5 کتاب را برای شما واگذار کردیم، چون ساده است قضیه هوپیتال قابل تطبیق نیست، چون او حالت اشکارا است، هیچ ضروری نیست به اصطلاح که ما شما قضیه هوپیتال تطبیق بکنیم، چون اون شکل مبهم نیست. مثال 6 است. مثال 5 خودتان کار بکنین شاگرد عزیز. مثال 6 است. می خواهیم توسط از امی رابطه آخری که حالت مبهم صفر ضرب بی نهایت این مثال که حل بکنیم. مثال است وقتی که x به طرف صفر مثبت تقرب بکنیم. ما قبلا گفتیم که قضیه هوپیتال برای لیمیت های یک طرفه یا ون سایدد لیمیت نیست قابل تطبیق است. x ضرب ال n x ببینیم حالا ده حلش ببینیم که آیا یک کدام فرم است.
ببینیم در اینجا دیده میشه که ای اکس یک تابع جداگانه ال این اکس یک تابع دیگه ای هست. خب چی میشه وقتی که نوشته میکنم پایین اگر x به طرف صفر مثبت تقرب کند، پس در این صورت توابع اولی موشوما یعنی توابع x به کدام طرف نزدیک میشه؟ میره به طرف صفر. صحیح شد؟ یعنی ای به کدام طرف میره؟ توابع x میره به طرف صفر. توابع دومی موشوما چی است؟ توابع دومی موشوما ال این x است. ال این x وقتی x به طرف صفر مثبت از طرف راست به طرف صفر نزدیک شود. ای چند بود موشوما در گراب ها در سمیستر اول کار کردیم که ای به کدام طرف میره؟ گرابش به طرف منفی بی نهایت نمیره. یعنی ای به کدام طرف نزدیک میشه؟ ای نزدیک میشه به طرف منفی بی نهایت نزدیک میشه. منفی بی نهایت. ببین پس کدام حالت شد؟ یعنی صفر ضربه بی نهایت یا منفی بی نهایت یا مثبت بی نهایت یک شکل مبهمی را برای خود گرفت. پس حالا ما باید چی کار بکنیم؟ در حل از این مثال ما چی کار میکنیم؟ یکیش تغییر میکنیم، یا تابع x را تغییر بدیم یا ال این x. بیاین ما نوشته میکنیم یکی چی نوشته میکنیم؟ بجای x چند نوشته کرده میتونم نظر به فرم بالایی یکی بر x میتونم بنویسم. بله صحیح شد. اهلا میبینیم صحیح شد. وقتی که x به طرف صفر مثبت بروه، x به طرف نه چون لیمیت است در اونجا x تقرب کرده به طرف صفر از طرف راست، صفر مثبت تقرب بکنه. در این صورت توابع یکی بر x به کدام طرف میره؟ یکی بر x میره به طرف مثبت بی نهایت میره. به کدام طرف میره؟ به طرف مثبت بی نهایت میره. یکی بر بی نهایت میشه پس صفر. صحیح شد. خب بیاین حالا تغییر میتیم اشکاله. پس نوشته میکنم که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت x ال این x مساوی میشه به لیمیت x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت. چون ما x تغییر دادیم ال این x به حالت خود نوشته میکنم، تنها امی تابع x را نوشته میکنم که یکی بر x. خب حالا این کدام فرم برای خود میگیره؟ کدام شکل برای خود میگیره؟ یکی بر صفر مثبت بی نهایت پس شکل باز بی نهایت بر بی نهایت شد دیگه. حالا چی کار میکنیم؟ مستقیما قضیه هوپیتال را تطبیق می نماییم. پس از اینجا ای مساویز با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت مشتق میگیریم. از وقت مشتق ال این x میشه چند؟ مشتق میشه یکی بر x. مشتق یکی بر x که در مخرج وجود داره چند میشه؟ منفی یکی بر x مربع. و ای را اگه ساده بکنیم پس این مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت این میشه منفی x. صفر وضع بکنیم جواب چند میشه؟ جواب میشه صفر. دن. در امی مثال ششم یک حالت دیگه نیز میتونه ما شما کار بکنیم، فقط ما تنها یک یادآوری میکنم، یک نوشته میکنم، شما دیگه او را باز ادامه بدین. مثالی که داده شده بود لیمیت x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت x ال این x. ای را به این حالت نیز میتوانیم بنویسیم، چون ما گفته بودیم که یکی از تابع f را یا یکی از تابع g را ما شما شکلش تغییر میدیم. نوشته میگه x به حالت خود نوشته میکنم، ال این x را نوشته میکنم ال این x. از این بعد دیگه شما باز یک فرمی یک کار میکن صفر بر صفر تبدیل میشه. اون دفعه به بی نهایت بر بی نهایت تبدیل میشد. صفر بر صفر شد. حالا قضیه هوپیتال را مستقیما میتوانیم تطبیق بکنیم. خب شاگردان عزیز رسیدیم به
حالت مبهم چهارمی ما و شما کی است؟ حالت مبهم دیگه ما و شما هست حالت مبهم تفاضل میگه یا بی نهایت منفی بی نهایت میگه، یک حالت مبهم دیگری هست. خب چه کار میکنیم؟ در اینجا ببینیم ما و شما قبلا وقتی که قضیه هوپیتال شروع کردیم سر و کار ما و شما به دو تابع است، تابع اف و جی. در اینجا نوشته میکنم که اگر لیمیت توابع اف وقتی که x به طرف یک عدد ثابت a تقرب بکنه بی نهایت باشه و همچنان لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف a لیمیت توابع j نیز بی نهایت باشه. پس در این صورت لیمیت زل چی میشه؟ پس از اینجا لیمیت وقتی که x به طرف a تقرب بکنه لیمیت توابع f منفی لیمیت توابع g، یعنی لیمیت ازمی فرم که این بی نهایت است این نیز بی نهایت است. پس این فرم خو کدام حالت را برای خود اختیار کرد؟ بی نهایت منفی بی نهایت. حالا از خود سوال میکنیم که این خو یک عدد ثابت نیست، پس ما باید چه کار بکنیم؟ در اینجا شاگردای عزیز دیده میشه که در اینجا رقابت یک رقم کانتست یا استرگل بین بین دو تابع f و g وجود داره که رقابت بین توابع f و g است. خب اگر در این رقابت اگر f تابع f برنده شد اگر f برنده شد پس جواب چی خواهد بود؟ یعنی این قیمت اگر برنده شد از این پس جواب معلوم داره این بی نهایت است این بی نهایت. اگر این برنده شد خب جواب چی است؟ جواب ما شما بی نهایت است. حالت دوم اگر تابع g برنده شود خب جواب ما چی است؟ اگر این برنده قیمت های از این نظر بازی زیادتر بود چون اینجا علامه منفی وجود داره چی برنده شد پس جواب اشکار است که منفی بی نهایت است. خب حالت سومی نیز میتواند مثل که قبلا در ویدیوهای قبلی گفتیم یک رقم رقابت بسیار نزدیک بین اینها باشه. میتواند جواب از لیمیت بی نهایت منفی بی نهایت فرم میره که برای خود گرفته میتواند یک عدد محدودی باشد. برای دریافت این چنین لیمیت ها ما و شما اولا چه کار میکنیم؟ اول این فرم بی نهایتی بر بی نهایت را به شکل بی نهایتی بر بی نهایت تبدیل میکنیم و بعدا قضیه هوپیتال را تطبیق مینماییم. خب چه کار باید بکنیم؟ فقط امی شکل توابع را تغییر میدیم. صحیح شد؟ این شکل دیفرنس یا تفاضل است، این به شکل خارج قسمت شانه از هر یک به شکل خارج قسمت یا به شکل حاصل تقسیم تبدیل میکنیم. بعدا باز شکلش تغییر میکنه و قضیه هوپیتال را تطبیق میکنیم. ببینیم مثالشانه کار میکنیم. مثال است مثال هفتم. مثال هفتم است لیمیت زایل را محاسبه مینماییم. لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف پای بر دو از طرف چپ تابع تحت لیمیت سکینت آف x منفی تانجانت x. خب در اینجا دیده می شود که وقتی که اگر x بسیار نزدیک و نزدیکتر شو به طرف پای بر دو از طرف چپ، پس در این صورت
سکند اکس ما و شما به کدام طرف میره؟ این میره به طرف بی نهایت و همچنان تانجانت اکس. تانجانت چون در اینجا باز مجانبش وجود دارد، تانجانت اکس این نیز به طرف بی نهایت میره. خب بی نهایت این بی نهایت شد، این بین، پس بی نهایت منفی بی نهایت فرمی از چی است؟ پس فرمی ازی هست حالت مبهمی برز مزید بی نهایت منفی بی نهایت است. خب بین چه کار میکنیم؟ اول در اینجا شکلش تغییر میدیم. نوشته میکنم که لیمیت وقتی که اکس تقرب بکنه به طرف پای بر دو از طرف چپ سکند اکس منفی تانجانت اکس این مساوی میشه با لیمیت وقتی که اکس تقرب بکنه به طرف پای بر دو از طرف چپ. بین سکند اکس شکلش تغییر میتونم نوشته میکنم که گفتم که دیفرنس به شکل چی نوشته میکنم؟ خارج قسمتشان نوشته میکنم هر حد به شکل حاصل تقسیم نوشته میکنم که یکی بر کوساین پس سکند میشه و تانجنت نوشته میکنم ساین ایکس بر کوساین ایکس. خب این مساوی میشه با وقتی که اکس تقرب بکنه به طرف پای بر دو از طرف منفی مثلا اینجا مشترک گیری میکنیم، مخرج هر دو هست کوساین ایکس. کوساین ایکس دی تقسیم بکنیم این میشه یک منفی ساین ایکس. خب بین فرم ازی رو ببینیم که حالا چی میشه وقتی که از طرف چپ ما و شما به طرف پای بر دو نزدیک شویم. ساین پای بر دو میشه یک منفی یک صفر، کوساین پای بر دو نیز از صفر. پس فرم به چی تبدیل شد؟ فرم تبدیل شد با صفر بر صفر. حالا چی کار میکنیم؟ حالا قضیه هوپیتال را تطبیق می نماییم. این اولی را کمی منظمتر نوشته کنیم. کدام حالت برای خود گرفت؟ صفر بر صفر. حالا قضیه هوپیتال را تطبیق می نماییم. اگه تطبیق بکنیم پس این میشه لیمیت اکس تقرب بکنه به طرف پای بر دو از طرف چپ مشتق صورت میشه منفی کوساین اکس مشتق مخرج میشه منفی ساین اکس منفی ساین اکس. حالا وضع بکن وقت پای بر دو صورت میشه صفر، مخرج میشه چند؟ یک. صفر تقسیم یک میشه صفر. پس جوابی از لیمیت ما شما شد صفر. خب این حالت مبهم نیست، خلاص شد. حالت مبهم دیگه ای که هست او به شکل توان است، به شکل طاقت یا پاور است. حالت های مبهمی صفر به توان صفر، بی نهایت به توان صفر یا یک به توان بی نهایت. این اشکال مبهم دیگری هست که ما و شما مورد بحث قرار میدیم. خب میتونه اشکال دیگری نیز باشه، بی نهایت بر بی نهایت نیز میتواند باشه. خب شکل عمومی از این سی اشکال طوری است وقتی که اکس نزدیک شو به طرف ای، یعنی امیش سی اشکال را که ما نوشته کردیم ای فرم عمومیش امی است اف اکس به توان جی اکس. سی حالتی ممکن بود بالا قبلا گفتیم حالتی ممکن است، ولی سی حالت شما مورد بحث قرار میدیم. اول اگر
لیمیت وقتی که x نزدیک شو به طرف a لیمیت توابع f برابر به صفر و لیمیت وقتی که x نزدیک شو به طرف a لیمیت gx برابر صفر باشد. پس کدام حالت از اینجا برای خود اختیار میکنن نظر به رابطه یک؟ خب این تابع صفر شد، تابع نمایی که در توان قرار دار چند صفر. پس تایپ چی است؟ صفر به توان صفر، یعنی حالت مبهم صفر به توان صفر. حالت دو، اگر لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف یک عدد ثابت a لیمیت توابع f برابر به b نهایت و لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف a لیمیت توابع gx ای برابر به صفر باشد. پس از اینجا نتیجه میگیریم که رابطه یک کدام فرم برای خود میگیره؟ b نهایت به توان صفر. b نهایت شد صفر، b نهایت به توان صفر. حالت سوم می هست وقتی که x تقرب بکنه به طرفی a fx مساوی به یک و لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف a ای باشه مثبت یا منفی b نهایت باشه. از اینجا کدام فرم برای خود میگیره؟ یک به توان b نهایت. این سه حالتی را که ما شما نوشته کردیم، هر یک از این حالت ها بسیار به سادگی توسط لوگاریتم طبیعی ساده میشه. ببینیم که چطور این مثال ها ساده میشه. خب گفتیم که امی سه حالت فوق را بسیار به سادگی ما شما میتوانیم ساده بکنیم. چطور ساده میکنیم؟ از اطراف را لوگاریتم طبیعی میگیریم، یعنی شکل تابعی که برای ما شما داده شده کدام فرم برای خود گرفت، کدام حالت داره؟ توابع به شکل y مساوی به fx کل به توان gx. این حالت داره. بین از این رابطه را لوگ میگیریم lny مساوی میشه با، اگه ln بگیریم پس توان ضربه توان ای طرف میریم میشه gx ضرب در ln fx. یا میتوانیم میتود تابعی که برای ما شما داده شده به شکل اکسپوننشل یا توان بنویسیم. چطور؟ این مساوی میشه با ای به توانی gx ضرب ln fx. خب بیاین حالا میخوایم مثال هایشان کار بکنیم. مثال هشتم است. خب میخوایم که لیمیت یک توابع لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر از طرف راست یک جمع ساین 4x کل به توان کوتانجنت x. میخوایم این حالت مبهمی را ما شما محاسبه بکنیم. نمیفهمیم کدام شکل
برای خود اختیار کرده. اول باید ببینیم جزئیات ببینیم. صحیح شد؟ وقتی که یا اگر x تقرب کنه به طرف صفر مثبت، از اینجا یک جمع ساین 4x، چون ساین صفر صفر است پس این نزدیک میشه به طرف این صفر میشه، یک جمع صفر میشه یک. پس قاعده یعنی یک جمع ساین 4x نزدیک میشه به طرف یک. و همچنان میبینیم کوتانجانت x وقتی که x به طرف صفر مثبت نزدیک شود، کوتانجانت x به کدام طرف میره؟ به طرف مثبت بی نهایت میره به طرف بی نهایت. خب قاعده ما شما نزدیک شد به طرف یک، توان نزدیک شد به طرف بی نهایت، پس این کدام فرم هست؟ این فرمی هست یک به توانی بی نهایت. خب برای ساده کردن لیمیت تابع مورد نظری را که داده شده در نظر میگیریم. تابع ما شما چی هست؟ تابع ما شما هست y مساوی است با یک جمع ساین 4x به توانی کوتانجانت x. این تابع ما شما هست. خب قبلا گفتیم واضح کردیم بر اینجا که چه کار میکنیم. تابعی که داده شده باشد y، امی y ما شما هست کلا ln میگیریم از اطراف را. پس از اینجا ln y مساوی میشه با ln یک جمع ساین 4x به توانی کوتانجانت x. این را بیارین ساده بکنیم طرف. پس این مساوی میشه با کوتانجانت x ضرب در ln یک جمع ساین 4x. حالا ببینیم که این کدام فرم هست. صحیح شد؟ کوتانجانت x وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت این میشه بی نهایت. صحیح شد؟ دیگه ایشان میبینیم که اون میشه دیگه میشه صفر. صحیح، چون ln دار است این میشه صفر، صفر جمع یک، پس این میشه ln یک میشه صفر، صفر ضرب در بی نهایت. فرم کدام فرم است؟ صفر ضرب در بی نهایت، یعنی کوتانجانت میشه به طرف بی نهایت. این حد میشه کلا چند میشه؟ این میشه صفر. فرض حالت چی است؟ حالت صفر بر صفر ضرب لای تناهی است، صفر ضرب در لای تناهی. پس بیاین آلا قاعده هوپیتال را تطبیق مینامیم، یعنی یک به توان بی نهایت را تبدیل کردیم به صفر ضرب در بی نهایت. آلا قاعده هوپیتال را تطبیق میکنیم. پس لیمیت داده شده لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت ln y مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت. آره تغییر میتیم یکی از توابع را تغییر میتیم. کوتانجانت x ضرب ln یک جمع ساین 4x است. می کوتانجانت تغییر میتیم، نوشته میکنیم که یکی بر تانجانت x نوشته میکنم، یکی بر تانجانت x کوتانجانت نوشته میکنم. پس ln y مساوی میشه با لیمیت ln یک جمع ساین 4x کوتانجانت نوشته میکنم یکی بر تانجانت یکی بر تانجانت. پس میشه کوتانجانت x میشه. حالا ببینیم چون اگه صفر وضع بکنیم، صفر اگه وضع بکنم صورت میشه صفر، چون ln یک صفر میشه، تانجانت صفرم صفر است. پس این کدام فرم شد؟ صفر بر صفر شد. یعنی اول حالت یک به توان بی نهایت تبدیل کردم به صفر ضرب در بی نهایت، باز صفر ضرب در بی نهایت تبدیل کردم به صفر بر صفر. حالا قاعده هوپیتال را تطبیق میکنم. پس این مساوی میشه با
لیمیت وقتی که x تقارب بکنه به طرف صفر مثبت. خب مشتق صورت بگیریم 4 کوساین 4x بر 1 جمع ساین 4x. مشتق مخرج تانجنت چند میشه؟ سکند مربع x. مستقیما قیمت هاش نوازه بکنیم، جواب دستتان میته 4. شاگردای عزیز، ما و شما در اینجا لیمیت LNY را محاسبه کردیم، یعنی لیمیت LNY را محاسبه کردیم. ما خو لیمیت LNY را نمیخوایم، ما خو تنها لیمیت Y را میخوایم پیدا بکنم. پس چی میکنم؟ Y را من نوشته کرده میتوانم یا خیر که ای بتوانی LNY، یعنی ای Y را نوشته میتوانم به این فرم نوشته بکنم و ای چیز دمی توان که از ای را ما محاسبه کردیم لیمیت توان چند شد؟ لیمیت توان شد چند؟ 4. حالا از اینجا y مساوی میشه با ای به توان چند؟ ای به توان 4. پس جواب از این لیمیت شد ای به توان 4. خب شاگرده عزیز، مثال نوم است یا اخیرین مثال از سکشن 5 و 4 کالکولوس استیوارت. مثال نهم، میخوایم یک حالت دیگه مبهمی را محاسبه بکنم. مثال است لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت x به توان x. میخوایم این حالت یا این فرم را ساده بکنیم. وقتی که x به طرف صفر تقرب بکنه فرمش صفر به توان صفر است. پس چی کار باید بکنیم؟ در اینجا باید باز از لوگاریتم طبیعی استفاده بکنیم. توابع y ما شما چی هست؟ y ما شما مساوی x به توان چند؟ x به توان x. از اینجا گفته بودیم که برای ساده کردن این چون حالت مبهم از لوگاریتم طبیعی استفاده میکنیم. پس ln y مساوی میشه با ln x به توان x و این مساوی میشه با ln y مساوی میشه با x ضرب ln x. صحیح شد؟ بین حالا میخوایم همین لیمیت اول لیمیت ln y را پیدا بکنیم، باز پسانتر از روی ln y را پیدا میکنیم. بین اول لیمیت از این رابطه یک را پیدا بکنیم. پس لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت ln y مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت x ضرب ln x. ببینید که فرم تغییر کرده، یعنی وقتی که x به طرف صفر مثبت تقرب بکنه این میره به طرف منفی بی نهایت، این میشه صفر. پس باز فرم صفر بر صفر ضرب در بی نهایت این فرم شد. خب حالا چی بکنیم؟ صفر ضرب در بی نهایت را باید به صفر بر صفر یا بی نهایت بر بی نهایت باید تبدیل بکنیم، باز پسانتر لیمیت محاسبه بکنیم. یعنی اول چی کار کردیم؟ صفر به توان صفر به صفر ضرب بی نهایت تبدیل کردیم. خب حالا چی کار میکنیم؟ بین در حالت صفر ضرب بی نهایت یک تابع را تغییر میدیم، یا تابع x یا ln x را یکش تغییر میتونم نوشته میکنیم که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر از طرف راست نوشته میکنم که ln x، این یک x تغییر دادم، یکی بر چند؟ یکی بر x. حالا این کدام فرم شد؟ این کدام فرم شد؟ حالا یک فرمش تغییر دادیم ما شما. این حالت شد صفر بر صفر، باز تبدیل بکنیم قضیه هوپیتال را تطبیق بکنیم. بیا قضیه هوپیتال را حالا تطبیق نماییم که چه اتفاقی میفته. پس این لیمیت مساوی میشه با لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر از طرف راست مشتق ln x میشه یکی بر x، مشتق مخرج میشه منفی یکی بر x مربع. اگر ساده بکنیم، قبلا هم در یک مثال عین چیز را ساده کردیم،
لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت ای میشه منفی x و ای جواب میشه چند صفر. خب حالا ما چی کاری کردیم؟ یعنی ما تنها یک چیزی رو به دست آوردیم که لیمیت وقتی که x تقرب بکنه به طرف صفر مثبت لیمیت ال ny چند شد؟ ال ny مساوی به صفر شد. ما خو لیمیت ال ny را نخواستیم، ما خو میخوایم لیمیت y را پیدا بکنم. پس y را چطور نوشته کرده میتونم؟ پس y را نوشته کرده میتونم که y مساوی است به ای به توان ال ny و ال ny را ما پیدا کردیم چند شده در رابطه دو؟ صفر شده. پس y مساوی میشه به ای به توان ال ny لیمیتش چند شد؟ صفر مساوی میشه به چند؟ یک. جواب نهایی ما شما چند شد؟